حیات و فعالیت ولادیمیر ایوانویچ ورناتسکی، یکی از خیمیکان بزرگ روس. ولادیمیر ایوانویچ ورناتسکی 12 مارس سال 1863 در سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه تولد شد. پدرش محقق تاریخ بوده، مادرش زنی باسواد بود. او در محیط فرهنگی و علمی به وایه رسید. در دانشگاه سنت پترزبورگ تحصیل کرد و بعد در دانشگاه اروپا نیز آموزش دید. از اول به ژئولوژی و شیمی میل داشت. ورناتسکی اساسگزار ژئوشیمی و بیوشیمی حساب می شود. او برای اولین بار به طور علمی آموخت که الیمنت ها در زمین چگونه حرکت می کنند، چگونه با حیات و محیط زیست رابطه دارند. نظریه بیوسفر. ورناتسکی اثبات کرد که حیات نه تنها یک قسم طبیعت است، بلکه طبیعت را شکل می دهد. او واژه بیوسفر را به علم شامل می کند. تاثیر انسان به طبیعت، نوسفر. بعداً او مفهوم نوسفر را پیشنهاد کرد که مرحله رشدی که در آن عقل انسان طبیعت را اداره می کند. او در ژئوشیمی و ترکیب زمین حرکت کیمیاوی الیمنت ها را در طبیعت، خصوصا در قبط زمین و تأثیر میکروارگانیسم ها می آموخت. عضو اکادمیای علم های روسیه و سردار چندین مؤسسه علمی بود. اساسگزار دانشکده رادیولوژی روسیه. در تهیه سیاست علمی شوروی نقش مهم داشت. عضو خارجی اکادمیاهای علمی کشورهای گوناگون با نام او ولکان، کوه، کل قطبی و مینرال ورناتسکی نامگذاری شده است. ورناتسکی سال 1945 در شهر مسکو وفات کرد. تا امروز او را پدر ژئوشیمی و بیوسفر شناسی می نامند. تعلیمات او درباره بیوسفر در مسئله های اکولوژی، تغییریابی اقلیم و رشد استوار اساس علمی دارد. در سالهای جنگ یکم جهان ورناتسکی با آموزش مسائل رادیواکتیویت و ثروت‌های طبیعی کشور رو آورد. او یکی از اولین شخصانی بود که اهمیت ذخیره‌های اورانیوم و انرژی اتمی را درک کرده بود. بعد از انقلاب اکتبر او با وجود بی‌طرفی سیاسی در خدمت علمی دولتی ماند. سال 1926 اثر اساسی خود بیوسفر را نوشت که بعداً تمام دید انسانیت را به طبیعت تغییر داد. ورناتسکی در آخرهای عمر به این نظر آمد که انسانیت به دوره نوی رشد وارد می شود، نوسفر، یعنی سیاره‌ای که در آن عقل و دانش طبیعت را اداره می کنند. وی باور داشت که علم باید به نفع تمام انسانیت خدمت کند، نه فقط ملت یا دولت معین. او به تربیت دهها عالم، ژئولوژ، کیمیادان و بیولوژ سهم گذاشت. در تأسیس انستیتوت ژئوشیمی، انستیتوت رادیولوژی
و چندین مؤسسه علمی دیگر روسیه سهم داشت. تا آخر عمر فعال بود و حتی در سالهای جنگ دوم جهان نیز تحقیقات علمی می برد. ورناتسکی در سن 81 سالگی در مسکو درگذشت. آثار او بعداً در کشورهای گوناگون به زبانهای زیاد ترجمه و نشر شد. امروزها بسیار محققان او را پیشرو اکولوژی معاصر و علم عموم جهانی می دانند. کتابخانه، کوچه ها، مکتب ها و انستیتوت بیوگئوخیمیای روسیه به نام ورناتسکی گذاشته شده است. او را شخصیت می شمارند که علم را با انسانیت و اخلاق پیوست. نقشه های او آید به همبستگی علم و جامعه امروز هم بررسی می شوند.